نشر نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. موضوعهای مهم روز. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که مقامات به راهپیمایی پولک ابدی در دوشنبه اجازت ندادند. در پایان مذاکرات صلح سوریه یک گروه آشوبگران ابراز داشت که از تأسیس منطقه‌های امن پشتیبانی نمی‌کند. بین وعده ها و کرده های روسیه فرق بزرگ است. ما حالا هم سازش در دست داریم. چرا آن اجرا نمی شود؟ و همسر برادر سابق معاون وزیر مدافع میگوید که با حکم دادگاه نظامی آنها را از یگانه منزل زیست فرزند و نبیره‌هایش محروم میکنند. خاطی فرزند و اینا بولیم مایده همه نبیره موندگی. پریزدن اگر گفی مرفام میبخشه اگر مرا کم ترک رحم کنه که ما دیگه نمیتونیم چیکار کنیم. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که مقامات به راهپیمایی پولک ابدی در دوشنبه اجازت ندادند. ایگور لاکین فرالوف روز 5 می در حاشیه یک نشست به مناسبت روز غلبه عملیات پولک ابدی را یک نوع پوس خاطر قربانیان و وتران‌های جنگ بزرگ وطنی عنوان کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه معرکه پولک ابدی یعنی راهپیمایی با عکس قربانی‌ها و اشتراکچیان جنگ دوم جهانی برگزار نمی شود و مقامات دلیل این تصمیم را فنی خواندند. از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریباً 50 اهالی وقت جمهوری شرکت کرده قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دیروز در پایان دور چهارم مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان کشورهای کفیل صلح روسیه، ترکیه و ایران موافقت کردند که در سوریه 4 منطقه بخطر را تشکیل کنند. روز جمعه نماینده هیئت روسیه گفت که این منطقه برای پرواز هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا بسته خواهد بود. ولی دیروز یک گروه مخالفین سوریه اظهار نمود که از تأسیس چنین منطقه‌ها دستگیری نمی‌کند. چرا؟ پاسخش را از خرامان بقازاده می‌شنویم. در گفتگوهای صلح سوریه در آستانه مخالفان پیشنهاد روسیه را درباره تأسیس منطقه‌های امن در سوریه رد کردند. در حالی که کشورهای کفیل روسیه، ترکیه و ایران سازشنامه تشکیل منطقه‌های امن را امضا کردند، نماینده مخالفان سوریه اسامه ابوزید گفت سوریه یگانگی مرزیش را باید حفظ کند. ما ضد تقسیم بندی سوریه هستیم. تا زمانی که ایران در این سازش کشوری کفیل باقی میماند ما در آن شرکت نمیکنیم و جانبدار نیز نخواهیم بود گفته. ابوزید همچنین افزود روسیه در این نزاع از حکومت بشار اسد حمایت میکند و نمیتواند کفالت دهد که وعده هایش را اجرا میکند. بین وعده ها و کرده های روسیه فرق بزرگ است. ما حالا هم سازش در دست داریم. چرا آن اجرا نمی شود؟ روز پنجشنبه در آستانه قزاقستان هیئت‌های 3 کشور کفیل صلح سوریه اعلامیه به امضا رسانیده از تأسیس 4 منطقه امن به خاطر حمایت مردم ملکی سوریه پشتیبانی کردند. با فکر من این اقدام است که مردم سوریه انتظاری آن هستند. این کاهش خشونت است که مردم دائما شاهد آن میباشند و به ویژه در همان 4 منطقه یاد شده. از این روز سازمان ملل متحد به طور جدی از تأسیس منطقه ها پشتیبانی می کند و برای اجرای عملی بخش‌های آن کمک می رساند. به قول وزارت کارهای خارجی قزاقستان دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در میانه‌های ماه ایول دایر خواهد شد. در جنگ شهروندی سوریه که از سال 2011 ادامه دارد بیشتر از 400,000 آدم به قتل رسیده است. برنامه را ادامه میدیم. روز جمعه جنگسالار سابق افغان گلبدین حکمتیار در ورزشگاه قاضی کابل در نزد هزارها هوادارش گروه‌های آشوبگر و از جمله طالبان را به ختم جنگی که به قول او از خارج تحمیل شده است دعوت کرد. او گفت در هر ولایت افغانستان گروه‌های دسته‌جمعی زیادند و ادامه جنگ شماره این گونه قبرها را از حساب مردم افغان افزایش خواهد داد. حکمتیار دیروز وارد کابل شده در قصر ریاست جمهوری با رهبران این کشور دیدار و گفتگو داشت. در این باره همکارمان ساجده میرزا تفصیلات می‌دهد. جنگ سالار سابق افغان گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه بعد پنهانکاری تخمیناً 20 ساله به کابل برگشت. در قصر ریاست جمهوری افغانستان حکمتیار به صلح با طالبان دعوت کرد و حکومت کشور را ناعهده برا خواند.
حکومت وحدت ملی در سراسر دنیا ناکام بوده است. شما نمی توانید در یگان گوشه دنیا نتیجه مثبت کار چنین حکومت را ببینید. اون به ویژه در افغانستان که وضع پیچیده دارد، قابل عمل نیست و نمی تواند کاری را به ثبات رساند. پیام حکمتیار دلیل مشکلات است که دولت تحت رهبری پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به آن روبرو شده است. سال گذشته اشرف غنی با حکمتیار یک سازش زید و نقیض امضا کرد و راه را برای بازگشت حزب اسلامی به قصر ریاست جمهور باز نمود. رهبری افغانستان بازگشت حکمتیار را حادثه مهم در روند مصالحه ملی افغانستان عنوان کرد. ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم می‌کنیم. امروز گام بسیار بزرگی در این راستا برداشته شده و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد. حکمتیار هم پیمانهای سابقش طالبان را برادر گفت و خود را میانرو نامید که حاضر است به افغانستان صلح بیارد. من به اینجا به خاطر کمک به حکومت در تحکیم صلح و ختم جنگ آمدم. من برنامه شرکت در حکومت ندارم. من هیچ شرط ندارم و کدام کرسی وزیری هم برایم لازم نیست. این جنگ سالار قول داده است که ضرورت حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان را از بین میبرد. ساکنان کابل از حکمتیار قصاب نام میبرند، زیرا در سالهای 90 قرن گذشته موشکبارانهای پیوسته حزب اسلامی تحت رهبری او در پایتخت افغانستان هزاران نفر را به هلاکت رسانیده است. برمیگردیم به توجیکستان. دیروز همسر برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع توجیکستان توسط رادیوی آزادی از پرزیدنت کشور کمک خواست. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرов گفت که روز 3 مای نمایندگان دادگاه حربی به منزلش آمده طلب کردند که تا 8 مای خانه را خالی نمایند. زیاده قربان و میگوید او با همسرش که حالا در قید حیات نیست 35 سال زندگی مشترک داشت. در همین جنگ شهروردی شوهری مرا کشتن، تمامی مال و اموال منا بردن، تا گندمای کودکام بردن، کودکام نانی نیافت آخر. 12 13 نفر 15 نفر نبیره داریم، همه ایو به سرپرست موندگی ها، نمیدونیم که جا بریم. از سودی حربی آمدن ما را طلب دارن که خانه ما را خالی کنن. این خانه قسما به نام من، به نام فرزندم نصر و میرزا کریم توفه کرده گیا. ما نمیدونیم کجا رویم، قطعی کودکا چی کار کنیم. ما خودم کسالی خواهد مزم نیست. خانم قربان و میگوید با حکم دادگاه حربی راضی نیست. به گفته او شوهرش در تبادلات ماه سپتامبر سال 2015 دست ندارد. به نقل زیاده شوهرش در روزهای اول تبادلات به مقامات تسلیم شده بود. او به هنگامی که میخواست برادرش عبدالحلیم نظرزاده را به گذاشتن سلاح مایل کند کشته شد. همسر میرزا کریم نظرов میگوید این منزل هیچ ربطی به حاجی حلیم ندارد و در آن 22 نفر زنان و کودکان بیگناه زندگی دارند. فرزندم نبیره همه اینا 4 تای فرزندی کلانی ما 4 تای فرزندی ما دهکیمه. ای خدمت سودی عالی رفتیم، حاضر همجا رفتیم، هیچی نمیگن، میگن ایچ شما ایجا روی سوتی پرکراتور روی سوتی ایجا روی سوتی اوجا روی، هیچی یکم فایده نبخشیده است. نمیدونیم چی کار کنیم که جا روی. میگیم اخی کارای نظرزاده ما در یکم دخل نداره. شوهری من خطیش برادرش داشگم نمیزه. زیاده قربان و در ادامه صحبتش گفت دیگر به هیچ کس اعتماد ندارد و امیدش تنها به رئیس جمهور امام علی رحمان است. ما میخواهیم که مسئله ما تا جناب روه، یا کم تا رحم کنه برای ما که ما دیگر هیچکی نداریم. نمیدونیم که جا رویم، در که جا زندگی کنیم. خطی فرزند و اینا بالغ مایده همه نبیره ماندگی. پرزیدنت اگر گپی ما را فهمه میبخشه، اگر ما را کم ترک رحم کنه که ما دیگر نمیتونیم چی کار کنیم. گزارش کامل در این باره را میتوانید در سامانه ما www.azadi.tj و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید.
برخی از محبوسان تاجیک را زندان نه تنها اصلاح بلکه هنرمند نیز کرده است، چون که تعدادی از زندانیان سالهای طولانی محبس را پشت کارگاه کنده‌کاری کوتاه می‌کنند. صندوق و گهواره از محصول اصلی کاری زندانیان محسوب می‌شود که ساختنش آنها را هم مشغول می‌سازد و هم درآمد می‌آورد. تاجران در بازارها کاری دستی محبوسان را فرق کننده می‌گویند، زیرا با صمیمیت انجام شده است. صندوق عروسی و گهواره که محبوسان می‌سازند با بازار راه یافته است. آنها را ساکنان در روزهای خرسندی خود استفاده می‌برند. با نام صندوق و گهواره ترمه در این بازار سراغ می‌شوند. نرخ آنها به خاطر قیمت‌تر است که میده‌کاری است و مهنت خیلی زیاد صرف شده است. گهواره ترمه 1200 سوم تا 800 سوم، ارزانش 800 سوم. نیست صندوق امو گهواره ترمه های دسترس مون نیست. اون را بسیاری بعد خیلی کارش گیم قیمتره، بعد حجمش اندازش فرق میکنه نسبت به گهواره ها. دسترس کردن اون کمتر مشکله. همون جزکه است که کلانتره اون نسبتا. درونش کلانتره، مثال دوگانیکا هر دوش جا میگیرن. حکمت الله شریپوف استاد صندوق ساز میگوید در محبس یک زندانی در یک ماه 3 صندوق میسازد، در حالی که در بیرون استادها در یک روز تا 10 صندوق آماده میکنند. مهنتی خیلی زیاد است. اینها رو کنده‌کاری براتور میده‌کاری میکنند. ما در یک روز 4-5 صندوق میبریم. خورشید دولتوف ساکن 43 ساله شهر کلاب هم یکی از سابق محبوسانی است که وقت خود را پشت میله‌های زندان بیهوده نگذرانیده است. خورشید میگوید تا زندان هم کم و بیش در رابطه با این کار تصورات داشت، اما از زندان رقم 1 شهر دوشنبه چون یک استاد خوب صندوق و گهواره ساز بیرون شد. صندوق می ساختیم، مقصد چیزهای مقصد کنده‌کاری کردن می ساختیم. محصولات های ما نیازی مردم بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت به کار خیر، عمری دراز، رزق فراوان. تاجران از هر نگاه گهواره زندان را بهترین گهواره می دانند، ولی میگویند نه همه خریداران بعد آگاه شدن از مکان ساخت آن برای خریداریش راضی می شوند. برخی برای این فکرند که بردن محصولات زندان به خانه خوب نیست، چون هر یک جزء گهواره حکمت خود را دارد. وای گهواره گناه نداره، او بنده هم گناه نداره. وای همینجا بیکار شده است که وای همونه که دو دیان شکی ساز گفته ساخته سیان وای هیچی وای نداره. اکو وای مهنت میکنن بچه‌ها، نور چشمش میره و دست پنجش در میکنه، وای مهنت میکنن که همه خیکی اکو اونجا خیلی عروس هم میدونه، تاجیکمو هم میدونه که وای نامی جای بده. با آنکه درباره شکنجه و قانون شکنی در زندان‌های تاجیکستان خبر و سر و صداهای زیاد پهن می شود، اما درباره محصول دست محبوسان و هنر آنها مردم معلوماتی زیاد ندارند. با درخواست ما هم برای شناسایی با کار استحصالی محبوسان در زندان‌ها مقامات مؤسسه‌های اصلاحاتی پاسخی رد دادند. گفته می شود در زندان‌های تاجیکستان محبوسان به خیشت‌ریزی، گلکاری، چوب تراشی، آماده کردن محصولات آرایشی مثل تسبیح، کاردسازی و کاشیکاری مشغولند. برخی از این محصولات در بازارهای کشور پیشنهاد خریداران می گردد. و خبر دیگر، مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت‌ها جوابگاری جنایتی تعیین شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید این تصمیم از سوی نمایندگان این نهاد کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه گرفته شده طرح قانون به زودی به حکومت فرستاده خواهد شد. این گروه پیشنهاد کردند که برای فروش غیرقانونی سیم کارت‌های موبیلی و استفاده آن از طرف شخص دیگر جوابگاری مأموری پیشنهاد شود. فعلا حق فروش سیم کارت‌ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به 2 شرکت آشنا گروپ و اوموبایل فراهم گردیده است. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه azadi.org، صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت با فراغت می‌خواهیم.